خب امروز میخوایم تفاوت تمامی آگیوها رو با هم دیگه بررسی کنیم. آگیوهای صرف یک حالت دنده خیس حاوی کراتینه، قدرتش هم معمولیه. صرف دو نسبت به صرف یک یه مقدار قوی تره، همونجور هم حاوی کراتینه، خیسیش هم شاید یه ذره کمتر باشه. آگیوهای صرف سه هم یه حالت دنده کاملا ماته که قدرتش هم نسبتا بالاه و توی بسته‌بندی جدید آگیوا عرضه شده. آگیوهای صرف 4 هم یه حالت دنده فوق‌العاده قویه. آگیوهای صرف 5 هم مثل همون آگیوهای 4 قویه، ولی اینجوریه که یه حالت آدامسی داره، چسبندگیش مثل آدامسه و برای حالت دهی‌های دقیق‌تر استفاده میشه. آگیوهای صرف 6 هم اسپایدر واکسه که حالت کرمیتور داره و تاردهی بالایی داره و یه حالت طبیعی به ما میده. آگیوهای صرف 7 هم مثل پماد حالت کرمی داره، حالت دهیش براق و قدرتش هم بالاست. آگیوهای صرف 8 هم بر پایه کرمه و مثل آگیوهای صرف 7 تقریبا همونقدر هم براقه، منتها قدرتش یه مقدار کمتره و موها رو نرمتر نگه میداره.